برتری دادن علی رضی الله عنه بر تمام انبیا و ملائک. خود مولا فرموده جعل الله لی ما لم یجعل لاحد من الاولین والآخرین لا نبی مرسل ولا ملک مقرب. اولا ما رو با کسی مقایسه نکنید، ثانیا این مقامی که خدا به من علی داده است به هیچ کدام از اولین و آخرین و هیچ کدام از پیغمبران و هیچ ملک مقربی نداره. یا سلمان و یا جندب لقب اباذر غفاری است. جناب اباذر انا الذی حملت نوحا فی سفینه بامر الله، من علی بودم که دست نوح رو گرفتم سوار بر کشتی کردم. علی و همه انبیا زندگی کرده، من بودم دست نوح رو گرفتم سوار بر کشتی کردم. انا الذی اخرجت یونس من بطن هود باذن الله، من علی بودم به اذن خدا یونس رو از اسارت شکم ماهی نجات دادم. انا الذی جاوزت موسی ابن عمران البحر بامر الله، من علی بودم که موسی رو از دریا گذراندم. انا الذی اخرجت ابراهیم من نار باذن ربی، من علی بودم که ابراهیم رو از آتش نجات دادم. تمام انبیا، تمام پیغمبرها گدایی در خانه علی رو کردن. من و تو که دیگه بحثمون جداست. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که این آخوند رافضی با سفسطه گویی و ذکر روایت دروغینی که در جامع خرافات شیعه بهارالانوار مجلسی جلد 24 صفحه 5 آمده است، مقام امام علی رضی الله عنه را از تمام انبیا و ملائک مقرب برتر دانسته و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم استثناء نمی کند و ایشان را همه کاره عالم می داند، به گونه ای که الله متعال نعوذ بالله هیچ کاره است، که این خود کفر محض می باشد که مشرکین مکه هم قایل به آن نبودند. این است نتیجه غلو و زیاده روی که امام علی رضی الله عنه از آن من نموده است. مجلسی در بهارالانوار جلد 25 صفحه 270 روایت می کند که امام علی رضی الله عنه فرمودند: ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون. برحذر باشید از اینکه در مورد ما مرتکب غلو شوید و بگویید که ما بندگان الله پرست هستیم. اگر امام علی رضی الله عنه این همه فضیلت و برتری داشت، پس چرا الله متعال از ایشان یادی در قرآن کریم نکرد؟ حال اینکه تعدادی از انبیا علیهم السلام را یاد آوری نموده و آنها را برای ما الگو معرفی می کند. الله متعال در مورد ایشان می فرماید: و کلا فضلنا علی العالمین. و همه این پیامبران را بر جهانیان برتری دادیم. و اگر امام علی رضی الله عنه منجی نوح و ابراهیم و موسی و یونس علیهم السلام بود، پس چرا نتوانست خود را از عبدالرحمن ابن ملجم نجات بدهد؟ الله متعال در مورد نجات نوح علیه السلام می فرماید: و حملناه علی ذات الواح و دسر. و ما نوح را بر کشتی ساخته از تخته ها و میخ ها سوار کردیم. و در مورد نجات دادن یونس علیه السلام از اسارت شکم ماهی می فرماید: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. سپس در حالی که یونس بیمار بود او را به سرزمین خشک انداختیم
و در کنارش درختی از نوع کدو رویاندیم. و در مورد گذراندن موسی علیه السلام و قومش از دریا می‌فرماید: و در مورد نجات دادن ابراهیم علیه السلام از آتش می‌فرماید: قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ما گفتیم به آتش: ای آتش، بر ابراهیم سرد و سلامت باش. اما این آخوند برخلاف فرموده الله متعال میگوید که علی رضی الله عنه نوح علیه السلام را سوار کشتی نمود و یونس علیه السلام را از اسارت شکم ماهی نجات داد و موسی علیه السلام را از دریا گذرانید و ابراهیم علیه السلام را از آتش نجات داد. جناب ابوذر: انا الذی حملت نوحا فی سفینه بامر الله. من علی بودم که دست نوح رو گرفتم سوار بر کشتی کردم. علی و همه انبیا زندگی کرده، من بودم دست نوح رو گرفتم سوار بر کشتی کردم. انا الذی اخرجت یونس من بطن هود باذن الله. من علی بودم به اذن خدا یونس رو از اسارت شکم ماهی نجات دادم. انا الذی جاوزت موسی، انا الذی جاوزت موسی ابن عمران البحر بامر الله. من علی بودم که موسی رو از دریا گذراندم. انا الذی اخرجت ابراهیم من نار باذن ربی. من علی بودم که ابراهیم رو از آتش نجات دادم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سخنی که از زبانشان برمی آید بس گران است، آنان جز دروغ نمی گویند.